ساکنان دهکده سربند از وزیدن شمال شاد می شوند چون که سالهای اخیر آنجا پشه های سیاه و سفیدپر زیاد شده ساکنان را در خانه هایشان جا کرده است. این دهکده در کنار رود سیر نزدیکی آبانبار قیراقم جایگیر است. خود خوردم خود به فرونده میماند آخر انسان این بچه ها کسل میشه بیریم به شتن نمیتونیم دهکده سربند دوره شوروی کمسماز که نام داشت جای سرسبز و خوشباد و هوا است. حالا در شهرک سربند ده ها خانواده دائمی زندگی دارند. ساختن فابریکه های مرغ پروری در کنار دهکده به گفته ساکنان پشه ها را زیاد و فضای آنها را ناخوش کرده است. امروز کمتر شمال من خودتان دیدید ستادید همون به کمتر پشه ها امروز. تخمینا 13 ساله اخیر دهکده سربند و مثل آن دهه و شهرهای تاجیکستان به حال خود مانده و تقریبا از حشرات ها بی‌ضرر نمی‌شوند. یک ماه و یک بار می باید تمام. یک موسربی میبیاد میگندارند همی یگان کارگری همون کمونالی واخون نمیبیاد یگان کس. مسئولان شهر گلستان میگویند آنها دارو و امکان مالی بی‌ضرر کنی تمام محله ها را حتی در همین روزهای وبای کووید 19 ندارند. فقط یک بار به نزدیکی به خاطر پیشگیری از ویروس کووید 19 چند کوچه و منزل های ساکنان را دزینفکسیون کردند.